سلام علیکم آقا، چطورید؟ داشتم انرژیمو جمع میکردم و گرفتم انرژیمو. برگشتیم دوباره به یه کانتنت دوست داشتنی و مزخرف. اونم چی؟ زجر کشیدن من بدبخت. من این دسترانو از بچه ها گرفتم و بچه ها ترنم و اون بچه های دیگه چند نفر رفته بودن این دسترانو و به من گفتن که خیلی سخت بوده و نتونستن برن. و بذار اینجور بهتون بگم که ماهان که این دسترانو با ترنم اینا رفته بودن به من گفت که نرو این دسترانو. به من گفت این دسترانو نرو. گفت این دسترانو نرو. گفتم چرا؟ این دوستانا خلاصه که ماهان اصلا به من گفت اینو نرو، اصلا انقدر سخته. حالا بیایم بریم ببینیم چیه و بریم ببینیم چیه و خیلی دوست دارم که بریم ببینیم چیه و داریم الان میبینیم. وای اوه معلوم میشه خیلی دستران ظریفیه حاجی، پشمام. یعنی از ایناییه که وای نیافتی. نه من چقدر از این راه ها بدم میاد، به خدا هیچ چیزی نمیتونه انقدر من عصبی کنه. ماشین میفته توش، عملا باید از اول بیای، یعنی خیلی چرت و پرته. اوکی با تعامل میریم، با تحمل میریم، با پشت کار میریم، با صبر میریم، وای دل من دیگه جبران نمیشه. وای جبران شد. اوکی اینجا دوباره داریم میافتیم، باید زود بپیچم. آها رازتو فهمیدم داداش. فکر کردی اینجا رازیه؟ اینجا رازی نی، اینجا ما رازا رو میفهم. اینجا چه خبره؟ پسر رو داری از دست با خطا میکنی ها. دست اوکی همه چی امن و امانه. وای الان این مردی که ما رو باید بندازه اونور. امیدوارم درست ببره ما رو. وای خیلی مسخره است این. یعنی چی؟ اوکی این که اومد، این یکی این که رفت. آها ما رو ببر تو چک پوینت. بابا خواب خدایی ترسیدم. از اینجا باید بریم؟ What the fuck این چیه؟ الله اکبر، واقعا دستران سختیه. البته که اینا چیزی نیست که بخوایم به خاطرش بگیم. مثلا جوری که ماهان داشت به من میگفت سعید نرو این دسترانو، مطمئنم چیزای نه دیگه زجه زدن کافیه. اوکی مشکلی نداره داداش، اینا رو 2-3 بار ترای میزنیم و رد میکنیم، اینا بحثی نداره. اونایی بحث آخه یه آدم اوکی این از این آسانسوری هاست، ریلی هاست. از را میریم به اون رمپه و بشمام. چه خبره؟ میدونی یکی از بدیای این دستران چی میتونه باشه؟ میتونه این باشه که هر چک پوینت ها از هم دور باشن. اگه چک پوینت ها از هم دور باشن عملا بدبخت عالمیم. بذارین یه حرکتی بزنم آجی که نیاز نباشه این همه راه رو برم. نگاه کن. بابا بنازم سید رافه بزرگتر از تو دیگه کی هستی؟ تو چی میگی؟ برو گم شو. تو یه فکری کردم. از اینجا نمیشه رفت؟ حاجی سوراخشو پیدا کردم از اون بالونه. چه ساده بود. اوکی این بار دیگه رفتم داداش. سیرت شو. خب الان باید چیکار کنم؟ What the fuck؟ این چیه؟ دارم What the fuck is this GTA؟ جلال خالق چرا اینش خالی بود عملا. که چک پوینت عزیزم دارم میام. چک پوینت عزیزم برات میلیزم، دلم میسیزم، آخه میدیزم. اوکی عملا بچه اگه این دستران رو با بچه ها بخوایم بریم مریگه هیچ به درد نمیخوره. اصلا نمیتونیم یه چک پوینت هم بیشتر بریم. از اینا دوست دارم. بیا بالا داداش، بیا بالا.
ها بخورش. چی خیلی سخته که خیلی وات دارم با سرعت تموم اینجا. بی خیال اون بره چی میگه دیگه؟ جدا فهمیدم خیلی سخته. باید بیام قوس بدم از پایین، از یعنی اینجوری باید بیام برم بالا. خیلی سخته. طراح این سازنده این دستران باباش اینو زده تو گوشش، این اومده با این دستران ساخته، بعد اینو اومده ساخته داره ما رو میزنه تو گوشه. چی دارم میگم؟ میدونم چیکار کنم این سری. بچه ها درست دارم میبینم همین کارو باید بکنم؟ لعنت بهت. اوکی یکی دیگه، 2 تا دیگه باید همینجوری برم. خیلی سخته. What the fuck؟ این دومی آره وای پره رد میشه بر پشما. 1 2 3. آها آشغال عوضی تمومه. بنازم. بگیر اوه خوبه. ساده بود این تیکش ساده بود. باید از این وسط برم. یا خدا دست شما درد نکنه. بنازم. اینجوری بیا پایین. خب از کدوم باید برم؟ چک پوینت کو که این نمیدونم چیه الان. این یعنی چی این شکلی کرده؟ سگ. 1 2 3. کنم همین ساده تره. باز نمیدونم. انشالله که همینطور. وای ریدم حاجی ریدم. بابا چرا افتادی؟ 1 2 3. آها 3. خب تمومه. این ور که پره نیست. نه این ور پره نیست. نه تو رو جونم. یا خدا نیفتی که به زور صافت کردم. نیفتی. برو پدر سگ. با پراید الان رفته بودم رسیده بودم. چه خبره دیگه؟ باید برم اون بالا. اوکی نه آخ نیفتی تخمه. آها گفتم که ایول. فکرم کار نمیکنه. فکرم کار کرد. بنازم. وای هنوز داره. اینم همونجوریه. وای اینجا بیفتم خودمو میکشم. تمومه داداش. چی دیگه؟ از اینجا میفتم. وایسا. آها زور بزن لامصب. تو آبان نمیرم. تو آبا ماشین خراب نشه. یکم برو پایین اما تو. آها بنازم. تمومه. خب کی میریم رو چک پوینت. سوتی هم نمیدیم. این چک پوینت رو وانترای میریم. اوکی. وای خب بعد از اینجا کجا برم؟ ببینم یه حرکتی باید بزنم عملا. What the fuck؟ آره ببین فلش زده.
اوکی. آها بنازم. اوکی. یا خداوند بخشنده مهربان. 1 2. اوکی 1 2. ایزی. این رفت ما باید بریم و این که اومد این رفت ما باید بریم و اینجا واسه. آها چیو میگه وایا بگیر آشغال. فکر کردم من شکست خورد. داداش چقدر دیگه دهنه تو سرویس. کی باید برم الان؟ اینا ساده ایه اینا یواش حرکت میکنه. کی باید برم الان. میشه چک پوینت بدی؟ من که از همون اولش میتونستم برم تو ساحل. اسکول کرده؟ بذار ببینم. چک پوینت خیلی دوره. من بمیرم دیگه میمیرم. بمیرم دیگه واقعا تو دنیای واقعی میمیرم. داداش اینجا کجاست؟ الو وایساد ماشین. تمومه. باید بریم توش. آروم. حالا باید چیکار کنیم؟ از اینجا باید برم بالا. اوکی. بسم الله. بنازم. وانترایی رفتم این تیکه رو با اینکه اون همه مسیر ما رو مسخره کرد. آشغال همش علکی رفتیم. حالا باید از اون بر بریم. خاک بر اون سرت کنم. این مسیر رو باید بریم بالا. یا خدا خیلی سخته این حاجی. بذار ببینم. بذار ترایی بزنم ببینم سخته واقعا یا نه. این تیکش تو آبه. یه بالا. پشمام باورم نمیشه این ماشین یه بار برفم. اوکی that's right. من از همینجا میپرم. میشه ریسک کنم یا نکنم؟ نه الان دیگه ریسک دیره. الان دیگه وضعیتم شخمیه. تموم پسر. تموم. آخرین کوکاکولا. دفعه پیش همینجا افتادم. وای چک پوینت نداره. وای حواسم باشه. حالا اینجا یه بار رفتم حواسم. اینجاست چک پوینتش. اینجاست. بر پدرت لعنت. نه چک پوینت. What the fuck؟ فقط نره تو آب. چی شد؟ فکر کردم الان انهدام میشه. منهدم. وای باید برم بالا. نگاه یه بار زیاد میپره یه بار کم میپره. چرا یه جوری صدا میده حس میکنم میخواد بتره که. الان مطمئنین گوزش میرسه به بالا؟ آها تو رو خدا. اوف. خب مرحله بعدی چیه؟ What the fuck؟ بچه ها عملا اینجا یه داستانی وجود داره. حالا بذارید ببینم. اینجا من نمیدونم باید چی کار بکنم. اینو بذارید
ترایی بزنم مثلا بپرم چیکار بکنم؟ این یعنی چی؟ من معنی اینو نمیدونم بچه‌ها چی جوری باید برم اونور. خب دقیقاً فنش چی بود؟ فنش این بود که میای اینجا جیمی عقب میپری دوباره. خیلی سخته. من چجوری دبل جامپ میتونم بزنم؟ نازم یس تموم چی بعد 1.5 ساعت 1.5 ساعت بعد آره. هر چیزی که میتونم بگم اینه که اگه بازم دوست دارید از این چالش ها برم فراموشش کنید دیگه، دوست نداشته باشید تا یه ویدیو دیگه.